آقای ترفی، شما در تاریخ 10/11 به نمایندگی سایپا چینیکا مراجعه داشتین، درسته؟ خواهش میکنم. آیا در این مراجعه تمامی مشکلات خودروی شما برطرف شد؟ نه هنوز. شما برای سرویس اولیه مگه نیومده بودید؟ آره پسرم رفت، من نمیدونم. آره برای سرویس اولیه بوده. آره. خب همه چی خوب بوده؟ نمیدونم والله، خبر ندارم حقیقت. چرا پس ماشین دست کیه؟ پسرم بردش اینجا. آها خب باشه، اشکال نداره آقای ترفی، خیلی ممنون از اینکه تماس ما رو برگردوندین. همین. آره دیگه، میخواستم ببینم، خب ما میخوام در مورد خودروی شما سوال کنیم. پراید میگه سوال کردن داره. نه ببینیم خدماتی. خیلی شاکر کردید، آفرین. با پرایداتون. برای پراید فعال میکنم. بگو. الو. بله بفرمایید آقای ترفی. بله. میخواستم ببینم آقای ترفی دلش خبر کردید فعال میکنید. پراید درست. بابا یه مملکت تو فیلم و ما هم وارد فیلم شدیم، پراید خریدیم. آقای ترفی بله. خدماتی که ارائه شده راضی بودیم یا نه؟ بابا یه خبر کردید، خدمات بکنم. باشه اشکال نداره، پس مشخص کاملا کرد. بابا برای پسرم خریدم. نگهدارتون. خدا شما.